از کتاب فقه میسر، فقه آسان بیان که ما قرار گرفتیم در باب 15 در بیان نماز جنازه و احکام آن صحبت خواهیم کرد و این آخران موضوع ما در باب نمازها می باشد که ما قسمت نمازهای گوناگون رو از این کتاب گرفتیم. این آخران باب در بیان نماز جنازه می باشد. سپس داخل می شویم بر زکات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، حمد و ثنا مخصوص پروردگار عالمیان است. او را سپاس ستایش میگوییم، از او کمک و یاری میخواهیم و از او سبحانه و تعالی طلب آمرزش میطلبیم و با سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسهایمان و کارهای ناشایسته امان و درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کی گمراهی را اختیار نماید کسی او را هدایت هم کرده نمیتواند و گواهی میدهم که هیچ معبودی بجز الله نیست، تنهاست بدون شریک و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست صلی الله علیه و سلم. پروردگارا، ما هیچ دانشی نداریم جز آن که تو بر ما آموخته ای. ای الله، ما را به آنچه که سودمند است بیاموز، ما را به آنچه که سودمند است بیاموز و علم ما را بیشتر و زیاده بگردان و علم نیکوی برای ما عطا فرما. الباب الخامس عشر، باب 15 فی صلاة الجنازه، باب در بیان شناسایی بر نماز جنازه و احکام الجنازه و حکمهای جنازه. الجنائز جمع جنازه، جنائز جنازه ها جمع جنازه است. جنازه با فتح جیم، با فتح جیم به معنای میت، شخصی که مرده است می آید، کلمه جنازه، و با کسر جیم باشد جنازه به معنای تابوت یا چیزی که میت رو بر آن میبردارند و با سوی قبرستان میبرند است. و به انسان شاید که همیشه مرگ و پایان عمر خود را به یاد بیارد، یعنی به انسان شایسته است و میباید که همیشه در فکر و یادی مرگ باشد و همیشه به یاد آن بگردد و برای آن تیاری و آمادگی بیند با عملهای صالح، انجام عملهای نیک، ذخیره برای آخرت خود، با توبه و استغفار از گناهان کرده اش و خود را رهایی بخشیدن از حقهای مردم. و سنت است که عیادت بیمار، هنگامی کسی بیمار می شود بر عیادت او رفتن به دیدار بیمار و یادرس کردن او به توبه و وصیت نمودن. اگر نشانه های مرگ در او ظاهر شوند، سنت است که به او کلمه لا اله الا الله را آهسته آهسته تلقین کرد و رویش به سمت قبله گردانیده شود. وقتی که انسان میمیرد، سنت است که چشمان وی پوشانیده شود و از برای گرانیدن او شتاب کرد، از برای دفن نمودن او. الله سبحانه و تعالی عاقبت ما را نیکو بگرداند. المسألة الاولى، مسئله اول، حکم غسل میت و طرز اجرای آن. این مسئله اول است. پس حکم غسل میت، غسل میت کسی که مرده است واجب است، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم امر کردند، مانند احادیثی که درباره شخصی محرم که در احرام بود، در حج بود آمده است که شتر او را کشته بود، جقیده او را کشته بود. رسول الله فرمودند اغسلوه بماء و سدر، بماء و سدر، او را با آب و برگ سیدر بشویید. سیدر خوشبویی هست. این حدیث بخاری تحت رقم 1266 و مسلم تحت رقم 1206 روایت کردند. و درباره دخترش زینب رضی الله عنها فرمودند اغسلنها 3 او 5 او 7، او را 3 بار یا 5 بار یا 7 بار گفتن بشویید. روایت بخاری تحت رقم 1259 و مسلم تحت رقم 939. پس غسل نمودن میت مرده با اتفاق علماها فرض کفایی است، یعنی اگر گروه میت رو بشویند از سر دیگر کسا ساقط میگردد، دیگر کسا خلاصی مییابند از گناه. دوم، کیفیت الغسل، دوم ترتیب غسل. بدون برادر و خواهر گرامی، شخصی که میت رو میشوید، میت رو شستشو میکند، باید یک انسانی با انصاف باشد، انسانی باوریناک باشد و احکام غسل رو هم بفهمد و بداند. اگر میت پیش از مرگ کسی رو وصیت کرده باشد، پس همان وصیت کرده شده اولا هست که میت رو بشوید. بعد از دو نزدیکان مثل پدر، بابا، فرزند، اگر احکام شستن میت رو بدانند، اینها به عهده میگیرن شستن میت را. اگر ندانند، احکام غسل را نفهمند، دیگرانی را که این احکام را خوب درک می نمایند بگذارند تا دیگران بشویند.
و بدانید که مرد را باید مردان بشویند و زن را زنان و شوهر میتواند همسرش را بشوید و همسرش میتواند شوهرش را نیز بشوید و کودکانی که 7 ساله هستند به سن 7 رسیده اند چی پسر و چی دختر میتوانند مردانی که زنان آنها را بشویند پدر یا که مادر و برای شخص مسلمان روا نیست که کافر را بشوید یا جنازه اش را بردارد یا او را کفن کند یا نماز او را بخوانند حتی اگر پدر و مادر هم باشد و سوی الله سبحانه و تعالی از مرگ ناآگاهانه و مرگی که سبب بدبختی ما میگردد پناه میبریم. سپس آبی که با آن میت رو میشویند باید پاک و حلال و پاکیزه باشد و بدون که میت رو باید در جای پوشیده بشویند، جای محکم، از نگاه داشتن از شخصان بیگانه بدون حاجت ضرورت. حاضر شدن شخصان بیگانه بر مکانی که مرده را میشویند بدون حاجت و ضرورت بر آنها اجازه داده نشود. سپس میفرماید و صفت الغسل، صفت غسل، طرز غسل میت را بر بالای تخت میگذارند و عورت میت را میپوشانند. سپس لباسهایش را میکشند و او را از چشم مردم پنهان نگاه میدارند و سپس سرش را کمی بلند میکنند و هنگامی که سرش را کمی سنی بالا میبردارند بلند میکنند بطن میت را، شکم میت را با دستان خود کمی تکان میدهند، میجوخند تا آن چیزی که باقی مانده است بیرون برآید تازه شود و با آن پارچه متاعی که در دست دارد پس با آب آن دو مخرج را پاکیزه میکنند و سپس نیت غسل میت را کرده بسم الله میگویند و به مثل طهارت گرفتن میت را وضو میدهند. اما به جای آب که در دهان آب قرار بدهند و بینی وی فقط در دستان خود آب را تر کرده بر بینی وی دهان وی میشکند، میمالند، مست میکشند. سپس سر و ریش را، مرد باشد اگر ریشش را با آب سیدر و صابون میشویند، بعد طرف راست آن را سپس طرف چپ آن را، یک پهلو که طرف راست سپس یک پهلو که طرف چپ آن را میشویند. با آن متاعی که در دست دارند آهسته میشکند. بهتر است که هنگام شستشو کردن میت دست را با متاع پیچاند یا دستبله میگیم، پرچتکه، چیزهایی که باشد. اگر به یک بار شستن پاک شود بسنده است و سنت است که 3 بار شسته شود، 3 بار آب ریخته شود و در شستشوی آخر باشد کمی کافور بر آب کافور اضافه کرده شود. کافور یک خوشبویی هست. بعدا میت را خشک میکنند، پاک میکنند و ناخن‌هایش را میگیرند، موی زیادتی را تازه میکنند و اگر که زن باشد موی زن میت را میبافند و در پشتش آوازان میکنند. این سنت است، در پشتش میگذارند. اما اگر غسل دادن میت ناممکن باشد، مثلا آب نیست یا جسد سوخته است، با خاک تیمم می‌دارند آن را و بهتر است که کسی که میت را میشوید خود غسل نماید. المسئله الثانیه، مسئله دوم، من یتولی الغسل، کی باید غسل میت را به عهده بگیرد؟ بهترین کار این است که میت را شخصی بشوید که احکام سنت غسل را خوب میداند، شخصی با انصاف، شخصی با اعتماد و عادل باشد، خصوصا اگر از خویشاوندانش باشد. چون میفرماید که لان الذين تولى غسله صلی الله علیه وسلم، زیرا شخصانی که غسل پیامبر را به عهده گرفته بودند کانوا من اهله، که علی از اهل خانواده پیامبر بودند، مثل علی رضی الله عنه و غیر اهل خانواده اش. این حدیث رو ابن ماجه تحت رقم 1467 روایت کردند که البانی این را صحیح گفتند. پس اولاترین شخص برای غسل میت شخصی که میت وصیت کرده است که او را فلان کس بشوید، اگر آن احکام را بفهمد. بعداً از آن پدرش یا بابایش یا کسی که نزدیک بر آن است از طرف اصلیش، مثل فرزند، برادر و غیره. بعد سپس خویشاوندان، اگر آنها توان شستن میت را داشته باشند، از این احکام با خبر باشند، پس بدان که مرد را باید مرد بشوید و زن را زن بشوید، غیر از زن و شوهر. اگر زن وفات کرد شوهر حق شستن او را دارد، اگر که مرد وفات کرد زن حق شستن او را دارد. و دلیل این حدیث عایشه رضی الله عنها است که فرمودند اگر من پیشتر میدانستم نمیگذاشتم غیر از زنهای او کسی دیگر او را بشوید. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را. عایشه فرمودند اگر من میدونستم که این امر جایز و روا است کردن این کار، اینو میفهمیدم، حتما اینکه زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم میشستند، نه کسی دیگری. روایت ابی داود و ابن ماجه و البانی این حدیث را خوب نکوشمردند.
و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم به عایشه رضی الله عنها گفتند لو میت قبلی لغسلتکی و کفنتکی، اگر تو ای عایشه پیش از من بمیری من تو رو میشویم و کفنت میکنم. روایت ابن ماجه تحت رقم 1465. و همچنین اسماء بنت امیس شوهرش ابوبکر صدیق رضی الله عنه را شست. این را امام مالک در موطا ذکر کردند. و همچنین شهیدان میدان جنگ شسته نمیشوند و کفن هم کرده نمیشوند. شهیدان میدان جنگ نه شسته میشوند نه کفن کرده میشوند، چون رسول الله میگه امر بقتل احدین، زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله امر فرمودند که کسانی که کشته شدن در احد شهید شدن با لباس های خود دفن کنند آنها را، چون که پیامبر اسلام آنها را امر به شستن هم نکردند ولم یصلی علیهم و بر آنها نماز هم نخواندند، چون آنها نیازی بر این ندارند و نیز آنها را کفن نمیکنند، بلکه با همان لباس هایی که بودن خانواده با آنها را دفن میکنند. و کودکی که پیش از مکمل شدن حامله داری از بطن مادر می افتد صدق میگویند، خواه پسر باشد یا خواه دختر، اگر سنش به 4 ماهگی رسیده باشد باید غسل کرده شود، کفن کرده شود و نماز خوانده شود و در قبرستان مسلمانان گور کرده شود. اما اگر سن او از این کمتر باشد 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه، این دیگر برایش لازم نیست. المساله الثالثه، مساله سوم، حکم تکفینه و کیفیته، حکم کفن کردن آن و ترتیب آن. پس کفن کردن میت واجب است، برای آنکه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم درباره شخص محرم که در احرام که شترش او را کشته بود فرمود کفنوه فی ثوبین، او را با 2 لباس کفن بکنید. روایت بخاری تحت رقم 1266 و مسلم تحت رقم 1206. و واجب است که تمام بدن میت پوشیده شود. اگر تنها 1 لباس کوتاه داشته باشد که تمام بدن را نمیپوشاند باید سرش را پوشانید و با پایهایش چیزی از گیاها از علف گذاشته شود. و دلیلش آن است که حباب درباره کفن مصعب ابن عمیر رضی الله عنه گفت امرنا النبی صلی الله علیه و سلم ان نغطی رأسه، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما امر کرد ما سر مصعب ابن عمیر را بپوشانیم و ان نجعل علی رجلیه من اذخیر، و در قدمهای آنها اذخیر بگذاریم، 1 علف بگذاریم. روایت بخاری تحت رقم 1276 و مسلم تحت رقم 940. قصه مصعب ابن عمیر معروف است. 1 پادشاه بچه بود، بای بچه بود، ولی هنگامی که اسلام را قبول کرد از بحر هر چه گذشت و وفات کرد در حالی که حتی در بدنش برای کفن لباس نداشت. اما سر شخص محرم مرد را، کسی که در حج میمیرد، مرد را نمیپوشانند، محکم نمیکنند، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ولا تخمروا رأسه، سرش را با چیزی نپوشانید. و کفن باید از متای باشد که پوست بدن مرد را نشان ندهد و مطابق عادت لباس او باشد تا به میت یا که وارثان میت ظلم کرده نشود. پس سنت است که مرد را میت را در 3 پارچه از متای سفید پختگین کفن کرده شود و این 3 پارچه را آنها را یک پای هم پهن میکنند، بالای هم میگذارند و میت را بر بالای آن میگذارند، میخوابانند. اولا طرف راست متا را بر بالایش میپوشانند، سپس طرف چپ را. همین ترتیب را با دوم و سوم تکرار میکنند، 3 لباسی که هست، و قسم‌های زیادتی متا را در نزد سر یا پا بسته میکنند تا که کفن خوب نگاه داشته شود. و دلیل آن حدیث عایشه رضی الله عنها است. میگه کفن رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در فی 3 اثواب البید، رسول الله صلی الله علیه و سلم در 3 متای سفید تازه و جدید، یک نوع یمنی کفن کرده شد که در آنها میگن نه کرته بود نه امامه بود و او را بر آن پیچاندند. روایت بخاری تحت رقم 1264 و مسلم تحت رقم 941. و در روایت احمد آمده. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که البسوا من ثيابكم البياض، تن از لباسهای خود لباسهای سفید رو بپوشید، فانها من خیر ثيابكم، بدرست که لباس سفید از بهترین لباس شماست. و کفنوا فيها موتاكم، و مردگان خود را با این لباس سفید هم کفن بکنید. روایت ابی داود و ترمذی و ابن ماجه. و ترمذی گفتند که حدیث حسن، حدیث نیکو است و البانی این حدیث را صحیح گفتند. اما زن باشد در 5 پارچه از متای پختگین کفن کرده می شود که قسمت اول ازار نام دارد، لفافه و خمار، رویمال و کرته و 2 لفافه دیگر. همچنین پسر بچه باشد اگر خورد در 1 متا ولی 3 متا اگر استفاده کرده شود اشکالی ندارد. دختر خودسار 2 کرته و 2 لفافه کفن کرده می شود. 2 کرته و 2 لفافه کفن کرده می شود.
اینها را مرده‌شویان میدونن. زنها بیشتر این چیزا رو خوبتر میفهمند. المسألة الرابعه، مسئله چهارم، الصلاة علی المیت و حکمها و دلیل ذلك. سپس نماز جنازه و حکم آن و دلیل آن. و بدون که نماز جنازه این فرض کفایی است. نماز جنازه فرض کفایی است. یعنی بعضی از مردم اگر نماز جنازه را انجام بدهند از سر دیگر کسا ساخت میشود. گروه اگر نماز جنازه کسی را بخوانند از سر دیگر کسا ساخت میشود. اگر هیچ کس نماز جنازه نخواند بر مؤمنان پس همگی در اسم در گناه قرار میگیرند. دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره کسی که قرض داشت، قرضدار بود، گفت که بر دوستانتان نماز بخوانید. نماز آدم قرضدار را نخواند. روایت مسلم تحت رقم 1619. این دولت بر خواندن نماز جنازه میکند. و همچنین در روز وفات نجاشی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن برادر شما وفات کرد، نجاشی، برخیزید و بر او نماز خوانید. گفتن خیزید بر او نماز بخوانید. روایت مسلم تحت رقم 952. نماز غایب همچنین. المسأله الخامسه، مسئله پنجم، شروط الصلاه علی المیت و ارکانها و سننها. شروط نماز بر میت، شرایط نماز بر میت و رکنهای آن و سنت‌های نماز جنازه. پس شرط‌های نماز بر میت و شرایطش: اولا نیت که محل آن قلب است. دوم تکلیف مکلف بودن، بالا بودن وظیفه دینی، یعنی آدم بالغ و عاقل. سوم رو آوردن به قبله. چهارم پوشاندن عورت و پرهیز از نجاست‌ها، پلیدی‌ها و حضور میت در نزد نمازگزاران اگر در همان شهر و دهه باشد و مسلمان بودن نمازگزار و میت، چون بر شخص کافر یا که میت کافر باشد برای اون نماز نیست، چون قبلا ذکر کردیم. پاک بودن هر دو، نمازگزار و میت، حتی اگر با تیمم هم باشد. مثلا انسان در یگان حالت قرار میگیرد که اگر طهارت بگیرد وقت میگذرد، دریافت نمیکند، میتواند که در حال تیمم کرده نماز را بگذارد. رکن‌های نماز میت: یکم قامت، راست ایستادن، قامت گرفتن برای کسی که قادر است، زیرا نماز جنازه نماز است که قیام در آن واجب است و رکوعی ندارد، سجده ندارد. میفرماید لئن النبی صلی الله علیه و سلم کبر علی النجاسی اربعا. پیامبر صلی الله علیه و سلم قیام هنگامی که راست ایستادن تکبیر گفتن 4 تکبیر بر نجاشی. پس معلوم میشه که خواندن سوره فاتحه، اول قیام راست ایستادن، دوم تکبیر گفتن، سوم خواندن سوره فاتحه بر اساس حدیثی که لا صلاة لمن لم یقرأ بأم القرآن. نماز کسی درست نمیگردد اگر سوره فاتحه در آن خوانده نشود. روایت مسلم تحت رقم 394. سپس هنگامی که تکبیر اول را گفتیم سوره فاتحه را میخونیم و تکبیر دوم را گفتیم صلوات بر پیامبر میفرستیم و تکبیر سوم را گفتیم درود، صلوات، دعا بر میت میکنیم. چون یک پیامبر گفتن که اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له دعا. وقتی که بر میت شما نماز خوانید پس دعا را بر او صمیمانه کنید. روایت ابی داود تحت رقم 3199. حدیث خوب است. و سلام دادن بر اساس حدیثی که و انجام نماز این سلام دادن است، با اتمام رسیدن نماز این سلام دادن است. رعایت ترتیب بین این رکن‌ها، پیش و پس کرده نشود. سنت های نماز جنازه: هنگامی تکبیر دستها برداشته شود، با همراهی تکبیر رفع یدین میگویند. سپس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگویی، بسم الله میگویی و سوره فاتحه را میخوانی. بعد سوره فاتحه در تکبیر دوم صلوات با پیامبر میفرستی، در تکبیر سوم در حق میت دعا میکنی، در تکبیر چهارم دعا برای خود بر همه مسلمانان میکنی و سلام است. المسأله السادسه، مسئله ششم، وقت الصلاة علی المیت و فضلها و کیفیتها. وقت نماز بر میت، وقت نماز میت و فضیلت آن و کیفیت نماز میت. اولا وقت آن، نماز جنازه بعد از شستشوی و کفن و آماده کردن میت خوانده می شود اگر میت حاضر باشد. اما اگر میت در جای دیگر باشد وقت نماز آن بعد از رسیدن خبر وفات خبر آن شروع می شود. اگر در جای دیگری حضور داشته باشد بعد از وفات آن نماز جنازه خواندن جایز است. دوم فضیلت نماز جنازه. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من شهید جنازه حتی یصلی علیها فله قیراط. هر کسی که نماز جنازه را اشتراک کرد و برای میت نماز خواند، نماز جنازه را خواند، برای او یک قیراط پاداش میگردد. و من شهیدها حتی تدفن فله قیراطان. و هر کسی که نماز جنازه را حضور کرد و نماز جنازه را خواند و تا دفن کردن آن رفت، برای او 2 قیراط است. و از رسول الله پرسیده شد، صحابگان پرسیدند ای رسول الله این 2 قیراط چی است؟ گفتند مثل الجبلین عظیمین. 2 قیراط مثل 2 کوه عظیم بزرگ است.
روایت بخاری تحت رقم 1325 و مسلم تحت رقم 945. و طرز خواندن: امام و کسی که تنها نماز میخوانند بر سر میت نزد سر میت میستد. امام بر سر میت میستد. امام همیشه پیش میستد و مردم از پشت وی. اما برای زن نزد میان وی میستد. برای زن نزد میان وی میستد. دلیل آن حدیث انس رضی الله عنه که روایت ابی داود تحت رقم 3194 و دیگران این حدیث را حسن خوب گفتن و صحیح گفتن ذکر شده است. سپس تکبیر تحریمه، تکبیر اول الله اکبر میگوید، با همراه تکبیر دستان را میبردارد. سپس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته بسم الله الرحمن الرحیم شروع نماید بر خواندن سوره فاتحه. و سوره فاتحه را پنهانی میخوانند، پس میخوانند حتی اگر نماز شب هم باشد. و سپس تکبیر میگوید و بعد تکبیر صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرستد. تکبیر دوم بر او صلوات میفرستد. آن صلواتی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم در اتحیات نشستن خواندن با او همین گونه صلوات میفرستد. اللهم صل علی محمد تا آخر اللهم بارک علی محمد. و سپس در تکبیر سوم بر میت دعا میکند. از جمله دعاها اللهم اغفر لحینا، ای پروردگار ببخش زندگانمان را بیامرز، و میتنا و مردگانمان را بیامرز، و شهیدنا و حاضر بودگان را بیامرز، و غائبنا و غائب و نبودگان را بیامرز، و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. پروردگارا مردان ما، زنان ما، کودکان ما، خردان ما همه را بیامرز. اللهم من احییته منا فاحییه علی الاسلام. پروردگار آن کسانی که از ما آنها را زنده می‌داری پس آنها را بر اسلام زنده بدار. و من توفیته منا فتوفیه علی الایمان. و پروردگار کسانی را که از ما میمیرانی پس آنها را به اسلام بمیران. این حدیث ابی داود تحت رقم 3201 و دیگران روایت کردند که حدیث حسن خوب است، صحیح است. و همچنین میگوید اللهم اغفر له وارحم، برای میت ای پروردگار او را ببخش و رحم کن. دعای قبلی برای همگان بود. آخران دعا و دعایی که از میگوییم این برای میت. اللهم اغفر له، پروردگار او را مغفرت نما، وارحمه، او را رحم کن، و عافیه، عافیتش ده، واعف عنه، او را ببخش، و اکرم نزله، جایش را گرامی گردان، قبر یعنی، وسع مدخله، و درآمدگاهش را وسع کن، قبرش را، واغسله بالماء والثلج والبرد، پروردگار او را با برف، با ژوله، با یخ بیشوی، تازه بگردان، و نقیه من الذنوب، پروردگار او را از گناهانش پاکیزه نما. الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، چگونه که لباس سفید از چرکینی ها پاکیزه می شود، سفید می شود. و ابدله دارا خیر من داره، پروردگار خانه بهتر بر اون نصیب روز بگردان. اهلا خیر من اهلی، و اهلی بهتر از این اهلش نصیبش بگردان. و زوجا خیر زوجه، و همسر بهتر از این همسرش. و ادخله جنه، پروردگار او را داخل جنت قرار بده. و اعذه من العذاب القبر، پروردگار او از عذاب قبر نجات بده. و عذاب النار، و از عذاب آتش همچنین او را نجات بده. این دعا را بر میت میکند. روایت مسلم تحت رقم 963. و اگر میت کودک باشد میگوی اللهم اجعله سلفا لوالدیه و فرطا و اجرا، ای پروردگار او را پیشرو برای پدر و مادرش گردان، سبب برای پاداش آنها و وسیله رحمتش قرار بده، رحمت قرار بده. روایت عبدالرزاق. از تکبیر چهارم رو میگوید. در تکبیر چهارم دعا میکند اللهم لا تحرمنا اجره، میگوید پروردگار را از اجر و پاداش این نماز ما را محروم نگردان و بعد از او ما را به فتنه مبتلا مکن. پروردگار را دعا میکنه ولا تفتن بعده. این را حدیث رو امام مالک در موطئ خود روایت کردن که حدیث صحیح است. حدیث صحیح است. پس طرف راست یک سلام میدهد و این نماز با پایان میرسد. نماز جنازه یک سلام دارد. اگر دو سلام هم دهد اشکال ندارد، اما یک سلام است. اما اگر کسی دیر آید، کسی دیر کرد، با امام همراه شود و بعد از سلام دادن امام اگر سه را عقب مانده بود، یگام تکبیرات را حتما آنها را انجام میدهد، سپس سلام میدهد. اگر نماز رو پیش از دفن اگر نخوانده باشه، نماز جنازه را بعد دفن کردن میت در بالای قبر میت خواندن و جایز است، اشکالی ندارد. چون میفرماید که در روایت بخاری تحت رقم 458 و مسلم تحت رقم 956 لعله صلی الله علیه و فعله، پیامبر این کار میگه انجام داد. ذلك فی قصه المرأة التي كانت تقیم المسجد، کیسه آن زنی که مسجد را پاکیزه میکرد، تازه میکرد. نماز بر غایب، شخصی که غایب از حضور ندارد. اگر کسی در جای دیگر بمیرد، پس خبری وفاتش اگر رسید، حتی یک ماه یا که بیشتر از آن هم گذشته باشد، جایز است که بر او نماز جنازه خوانده شود، اگر کسی جنازه او را نخوانده باشد. بر سقط، کودکی که بگیم که میغلطد، اگر سینش از 4 ماه بالا باشد، بر او نماز خوانده میشود، کفن کرده میشود و در قبرستان مسلمان گور کرده میشود. اما اگر کمتر از این باشد، پس برای دیگر نمازی نیست و مشقتی نیست. مسئله هفتم،
مسئله هفتم حمل جنازتی. مسئله هفتم حمل جنازتی و سیر بها. برداشتن جنازه و بردن آن. برداشتن جنازه و بردن آن یا که همراهی با آن. سنت است که جنازه را همراهی کنند تا به قبر گسیل کنند و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند من شهد جنازه حتی یصلی علیها فله قیرات. هر کسی که جنازه را اشتراک نماید تا با نماز بخواند برای یک قیرات از پاداش است. و من شهدها حتی تدفن فله قیراتان. پس کسی که جنازه را اشتراک نماید حتی اینکه تو دفن کردن با او باشد و برای او 2 قیرات است. پرسیدند و ما قیراتان ای رسول الله؟ گفتند ای رسول الله این 2 قیرات چی است؟ قال مثل الجبلین عظیمین. مثل 2 کوه بزرگ. روایت بخاری زیر 1325 و مسلم زیر 945. پس برای مسلمان ثواب دارد که وقتی وفات مسلمان آگاه شود که برایش از برای حضور جنازه آن برادرش حاضر شود، نماز خواند و در دفن اشتراک نماید. و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است که گفتند حق المسلم علی مسلم 5. حق مسلمان بر مسلمان 5 چیز است: رد السلام، جواب سلام، و عیادت المریض، و یا عیادت بیمار، و اتباع الجنائز، و پیروی از جنازه. روایت بخاری تحت رقم 1240. پس این هم چی است؟ دیگری از حق مسلمان برای مسلمان است و این حتی بیشتر تاکید می شود. اگر جنازه را کسی پیگیری نکند و کسی نباشد تاکیدتر می شود. اما جایز است که جنازه را با ماشین یا که حیوان انتقال بدهند، مخصوصا اگر قبرستان دور باشد. و خوب است که کسانی که همراهی میکنند نیز در برداشتن جنازه اشتراک کنند. و سنت است که میت را در قبرستان دفن کنند که مخصوص برای مردگان است. چون رسول الله صلی الله علیه و آله همیشه مردگان را، میت ها را در قبرستان بقیع دفن میکردند و یگان صحابه غیر آن مکان در جای دیگر دفن کردن نمیشدند اگر در آنجا وفات میکردند. سنت است که شتاب کرده شود از برای بردن میت، یا اینکه سنت است که شتاب کرده شود در تمام مرحله ها. اولا در مرحله شستن، دوم در مرحله کفن کردن، سوم در مرحله نماز جنازه آن، چهارم در مرحله دفن کردن. همه این مرحله ها با شتاب انجام داده شود، تأخیر کرده نشود. و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند اذا مات احدکم فلا تحسبوه. وقتی کسی از شما اگر وفات کرد او را حبس نکنید، او را محکم نکنید، او را ندارید. و اسرعوا له الی قبری، و زود او را به سوی قبرش ببرید. روایت طبرانی، ابن حجر حسن گفته هستند. و آنچه که بعضی از مردم انجام میدهند او را میگذارند، یا که انتقال دادن میت از یک شهر به شهر دیگر، یا که انتظار شدن تا روز مخصوصی هفته برای دفن کردن، همه این مخالف سنت است، بلکه این ضررها بر صاحب خانه و همون میت می آورد. و هنگام برداشتن میت و همراهی کردن نیز باید شتاب کرده شود. بر این توصیه داده می شود، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند اسرعوا بالجنازه، با جنازه شتاب کنید، فان تکو صالحه فخیر تقدمونها الیه. اگر آن انسان صالح پاک دامن باشد چی خیری نیکویی برای آن شما انجام میدهید. و این تکو سوى ذلك، اگر غیر این باشد فشر تدعونه عن رقابکم، پس چی چیزی بد است که شما از گردنهای خود اون را می افکنید. روایت بخاری تحت رقم 1351 و مسلم تحت رقم 944. اما شتاب نباید خیلی سخت هم باشد، بلکه میانه باشد، چون که بعضی از علما گفتند و کسانی که جنازه را میبردارند باید آرامانه و نیکو ببردارند و هیبت قوی باشند و صداها بلند نکنند، نه با قرائت قرآن، نه با چیزهای ذکرهای دیگری. هیچ گونه دلیلی از پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد ذکر شده نیست، بلکه همه این کارها مخالف سنت است. و بعضنان اجازه نیست که همراهی جنازه برایند. در اساس حدیث عتیه میگه نهینا عن اتباع الجنازه، بر ما منع کرده شد، ما منع شدیم از اتباع پیروی کردن جنازه ها. روایت بخاری تحت رقم 1278 و مسلم تحت رقم 938. برداشتن و همراهی جنازه تنها برای مردان است و سنت است که کسی که با جنازه می رود ننشیند تا آن وقتی که جنازه به زمین گذاشته نشده است، چون پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از نشستن پیش از آن که میت گذاشته شود نهی کردند. روایت بخاری تحت رقم 1310 و مسلم تحت رقم 959. المسألة الثامنة، مسئله هشتم، دفن میت، دفن المیت و صفت القبر و ما یسن فیه. دفن کردن میت و صفت قبر، توصیف قبر و آنچه که سنت است در این. پس بدون که سنت است که قبر را چقور و واسع کنند و برای میت
لحد بکنن. ما لحد میگیم راست میکنید پس داخل. لحد در قعر، در چقوری قبر، وقتی چقوری میکنن در چقوری قبر از طرف قبله یک چقوری دیگر سین داخل کنده می شود و میت رو تو که در آن بگذارن. اگر لحد دشوار باشد شق میگویند، یک خطی راست میکنن، اینم جایز است. یک در میان قبر وقتی کندی در مابین آن باید چقوری علیحده با چقورتر کمتر میکنی و آن رو در آنجا میگذارن. اما لحد بهتر است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اللحد لنا و الشق لغیرنا، لحد برای ماست و شق از برای غیر ماست. روایت ترمذی رقم 1056. حدیث حسن خوب است و صحیح است. پس میت رو در لحد با پهلوی راست رو به قبله میگذارند و سوراخی لحد با خشت و گیل پوشیده شود. سپس خاک بر بالای قبر پر کرده می شود و قبر رو باید یک وجب از زمین بالا کرد، از این زیادتر نه. 25 سانتی متر و 30 سانتی متر آنگونه که در ما انجام میدن آن رو 1 متر بلند میکنه که نیم متر بلند میکنه، این از سنت نیست. پس این بود قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحاب او صلی الله علیه و سلم. یک بار قبر بقیع رو بنگرید چگونه زیبا است. ان همین سنت است و جایز است که در گرد قبر سنگ یا دیگر چیز گذاشته شود تا حدود قبر معلوم شود و حرام است ساختمان کردن در بالای قبر، چیزی ساختن آن را با گیل یعنی لای یا که آهک سفید پوشانیدن یا که بر آن نشستن، همه اینا از مکروهات داخل می شود و مکروه است چیزی بر آن نویساندن در بالای قبر مگر برای شناسایی و ضرورت، وگرنه این کاری که در ما عادت شده است این جایز و روا نیست، لکن مخالف سنت است. دلیل آن حدیث جابر است، میگه حدیث جابر میگه رضی الله عنه قال، میگه نهی نبی صلی الله علیه و سلم ان یجسس قبر و ان یقعد علیه و ان یبنى علیه. پیامبر صلی الله علیه و ما را من کردن از پوشانیدن قبر با جیس گرد اطراف او را محکم کردن و نشستن بر بالای قبر یا که بر آن ساختمان ساختن. روایت مسلم تحت رقم 172 و ترمذی تحت رقم 1064. حدیث حسن صحیح است و ترمذی اضافه کردن که ان یکتب علیه، همچنین بر بالای وی نویسیدن هم از جایز و روا نیست گفتن. پس چرا من شده است؟ چون همه این کارها سبب پهن شدن شرک و بدعت و گمراهی ها میگردد. سبب شرک و مربوط پیوست کردن قلب و دل به مزارها میگردد. مردم فریفته این میگردن، در فتنه ها گرفتار میگردن و حرام از فروزان کردن با چراغ‌ها و شمع در قبر، بنا کردن مسجد در بالای آن، نماز خواندن در نزد قبر یا سمت قبر. دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که لعن الله یهود و نصارى، الله لعنت کرده از یهود و نصارا را به خاطر چیز اتخذوا قبور انبیاء مساجد، چون قبرهای پیامبران خود مسجد قرار دادن. روایت مسلم تحت رقم 529 و بخاری تحت رقم 1330. و حرام است در بالای قبر راه رفتن، با موزه که پایافصل با بالای قبر گذاشتن، در بالای قبر نشستن. و دلیل آن گفته پیامبر لئن یجلس احدکم علی جمره فتحرق ثيابه، بهتر است کسی از شما بر بالای جمره انگیش سنگ آتشین بنشیند که لباسش بسوزد از این که در بالای قبر بنشیند. روایت مسلم تحت رقم 971. و نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم از قدم ماندن در بالای قبر من کرده است، همچنین در بالای قبر رفت و آمد کردن. روایت ترمذی تحت رقم 1064. حدیث رو حسن صحیح گفتن، خوب است. یعنی و سنت است بعد از دفن دعا کردن برای میت، نه تلاوت قرآن، نه کار دیگری، دعا کردن در حق میت. چون پیامبر صلی الله وقتی که دفن را انجام میدادن و میایستادن و میگفتن استغفروا لاخیکم، برای برادر خود مغفرت بخواهید، طلب آمرزش بخواهید، واسالوا له التثبیت، و برای او ثابت قدمی طلب کنید از پروردگار، فانه الان یسأل، به درستی که او حاضر پرسیده می شود، سوال کرده می شود. روایت ابو داوود تحت رقم 3221 و این حدیث رو حاکم هم صحیح دونستند. و همچنین از منکراتی که انجام می‌یابد خواندن سوره فاتحه. پس خواندن سوره فاتحه یا آیه های قرآن در بالای قبر یا که سوره یاسین، این از منکرات است، از بدعت ها است، از نوآوری هاست. زیرا پیامبر و صحابگان کرام این کارو نکردند و پیامبر گفتند که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، هر کس عمل را انجام میدهد که او را ما نگفتیم نکنیم پس وی مردود است. روایت بخاری تحت رقم 2697 و مسلم تحت رقم 1718. پس عملی که مخالف گفته پیامبر است وی قبول نمیشود، وی زحمت بیفایده است، زحمت بیفایده است. مسئله نهم التعزیه و حکمها و کیفیتها. تعزیه کردن، تعزیه و حکم آن و طرز تعزیه. تعزیه یعنی
تسلی میگیم، تسلی دادن و روحیه دادن بر کسی که به مرگ نزدیکانش غمگین است، تا او را با صبر و امیدواری بر اندوهش قوی گردانی و در تعزیه بهترین راه این است که دعاها و کلمه هایی بگوید که در شریعت برای صبر و راه آسایشتگی آن، راه نجات آن و به سوی اینکه همه این کار با تقدیر الله سبحانه و تعالی انجام می آید دعوت نمایی. دعا کردن در حق آنها و آنها را به سوی صبر و شکیبایی دعوت نمودن و از تقدیر الله سبحانه و تعالی آنها را آگاهی نمودن. و مثل حدیث اسامه ابن زید، وقتی که یکی از دختران پیامبر کسی را فرستاد که با پیامبر خبر دهد که فرزندش در حال مرگ است، پیامبر چی گفتند؟ ارجع الیه فاخبرها، بسوی وی باز بگو و بگو بر وی ان لله ما اخذ و له ما اعطى، با او باز بگو و بگو از آن الله هست آنچه که گرفت و برای اوست آنچه که داد و کل شیء عنده باجل مسمى، و هر چیز را مهلت مقرر شده هست. فمرها فلتصبر ولتحتسب، او را امر نما بر صبر کردن و ثواب پاداش آن. روایت بخاری تحت رقم 284 و مسلم تحت رقم 923. این یکی از زیباترین و بهترین جمله هایی است در بیان تعزیه. و در تعزیه باید از بعض چیزهایی که میان مردم رایج یافته‌اند، پهن شده‌اند که دلیل شرعی ندارند پرهیز کرد. از جمله جمع شدن برای تعزیه در جای مخصوص با کرسی ها و چراغ ها و دعوتی ها و قاری ها آوردن نشستن، همه این از بدعت ها و منکرات است. دادن طعام از طرف خانواده میت به کسانی که برای تعزیه می آیند، چون از جریر بود کنا نعد اجتماع علی اهل میت، ما جمع شدن در نزد اهل میت و طعام خوردن بعد دفن را از نوحه می دونستیم، از کارهایی که در اساس نارضایت و فریاد گریه زیان‌آور است. از این قرار می‌دادیم یکی دلالت بر ناجایز بودن این مسئله می‌نماید. روایت ابن ماجه تحت رقم 1612. و همچنین تکرار کردن تعزیه، بعضی‌ها بیشتر از یک بار به اهل میت رفته تعزیه میکنن، چون اساساً تعزیه یک بار است، یک بار رفته تعزیه میکنی. اما اگر تکرار کردن برای خاطر رسانی به صبر و راضی شدن با تقدیر الله سبحانه و تعالی باشد، جایز است، اشکال ندارد. اما بغیر این قصد این را بیشتر از یک بار انجام ندهد، زیرا پیامبر صلی الله و صحابه ها این کارها از آنها ثابت نشده است. و سنت است که خویشاوندان یا همسایگان میت برای اهل میت طعام تیار کنند، چون پیامبر فرمودند اصنعوا لآل جعفر طعاما، برای خانواده جعفر طعام آماده بسازید. فقط اتاهم امر یشغلهم، به درستی که آنها را یک امر آمده است که آنها را مشغول کرده است از طعام کردن. روایت ابی داود تحت رقم 3116 و ترمذی 1003 و ابن ماجه 1610. گریه و غمگین شدن بر میت جایز است، اشکال ندارد و این چیزی که از طبیعت انسان است. انسان زیغ می شود، از چشمان انسان اشک جاری می شود، این مجبوری نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای فرزندانش ابراهیم گریه کردند و گفتند ان العین تدمع، به درستی که چشم گریه میکند و القلب تحزن، و دل اندوهگین و غمگین میشود. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ولی ما چیزی نمیگوییم مگر آنچه که خوشنودی الله را بیارد، الله از این خوشنود بگردد. روایت بخاری تحت رقم 1330. اما نباید این گریه به شکل نارضایت، با شکل شکایت یا فریاد واویلا باشد. حرام است لطوکوب کردن روی، کشیدن دراندن گریبان و کرته، فریاد زدن و سخنان جاهلیت را گفتن، مثلا وای بر من، وای بر سر من، فرزند جگربند شد، جگرخون شد، هم خیلی گپا میگویند. قطعا این چیزا حرام است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس من ملتم الخدود و شق الجیوب و دع بدعوى جاهلیه، از ما نیست کسی که رویش را لطوکوب میکند یا گریبانهایش را میکشد پاره میکند یا سخنان جاهلیت میگوید. روایت بخاری تحت رقم 1194 و مسلم تحت رقم 1103. و باز گفتند الناحیه اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامه و علیها سربال من قطران، زن نوحگر، داد و فیغانگر، گریبانکن اگر پیش از مرگش توبه نکند، در روز قیامت با کرته قطران، کرته آهنین، ماده سوزان و یک زیره از جراب، بیماری پوست که بر بدن انسان میچسبد، برپا کرده میشود. این گونه عذاب است برای اینها. روایت مسلم تحت رقم 934. در اینجا درس ما از این کتاب مبارک فقه میسر در باب جنازه به اتمام میرسد و در آخر دعا میکنیم، دست به دعا میبرداریم. ای پروردگار مهربان ما که سزاوار شایسته عبادت هستی، سزاوار مدح و ستایش هستی، همه ما را شایسته و رحمت خود قرار بده. پروردگار آن چیزی که برای ما دوست می‌داری برای ما نصیب روزی بگردان.
بر ما توفیق بده که سخنان راست بگوییم و عمل صالح را انجام بدهیم. پروردگار را توفیق عمل کردن صالح را بر ما نصیب بگردان و پروردگار را بر ما توفیق بده از اعمالهای بد و ناشایسته دور باشیم. پروردگار را بر همه مایان علم منفعت بخش منفعت آور نصیب روزی بگردان و رزق حلال بر ما نصیب بگردان و عمل مقبول در نزد خودت عطا فرما و ما را پروردگار را برای راست هدایت کن. پروردگار دین ما را که اساس کارهای ماست اصلاح نما، دنیای ما را که زندگی ماست اصلاح نما، پروردگار آخرت ما را که بازگشت به بسوی آن است اصلاح نما. زندگی ما را برای ما نیکو بگردان و خیر و شادی را در قلبهای ما نصیب روزی بده و مرگ را پروردگار برای ما رهایی از همه بدی ها قرار بده. پروردگار به درستی که ما به نفسهای خود ظلم و ستم زیاد کردیم، اگر ما را نبخشی و نامرزی، ما از جمله زیانکاران قرار میگیریم. پروردگار همه ما را از ظلم و ستم و تاریکی های کفر و شرک و بدعت و گناه و معصیت به نور هدایت، به نور توحید و سنت و راه و روش نیکو توفیق بده و در وقتهای ما برکت بده. ای پروردگار گذشتگان ما را، کسانی از برادران خواهران ما به از دنیا گذشتن، شایسته رحمت قرار بده و قبر آنها را منور بگردان و زندگی خوب از این زندگی دادیده برای آنها نصیب و روزی بگردان. پروردگار را به درستی که ما به خود ظلم کردیم، ستم کردیم، اگر ما را نبخشی، ما را شایسته رحمت خود قرار ندهی، به درستی که ما از زیانکاران قرار میگیریم. پروردگار تو پاک و منزه هستی ای الله، به درستی که حمد و ستایش تو را میگوییم و گواهی میدهیم که هیچ معبود بر حق جز تو نیست. به درستی که تو آمرزنده مهربان هستی، توبه پذیر هستی. پروردگار توبه ما را بپذیر و درود و سلام به پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و آل اصحابش باد و صلی الله تعالی علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.